جلسه گذشته خب ما گفتیم که اینجا اسمش رو میگم ادمین. خب تا اینجا پیش اومدیم و گفتیم که به ازای هر کدوم از این منوهایی که سمت راست هست وقتی روشون کلیک کرد یک بخشی رو قرار اینجا اینکلود کنیم و قرار شد از فایل form.html در اینجا استفاده کنیم. خب من فایل form.html رو اجرا میکنم که میخوام ازش در واقع کمک میگیرم. اول از همه اینجا داخل خطایی رو ما داریم. من خطا رو اول بگم دلیلش چیه. میگه که اصلا ما پیج رو اینجا نمیشناسیم. خط 229 ایندکس PHP داره خطا میده و میگه فایل به نام dashboard.php هم نمیشناسم اصلا. خب به خاطر اینه که اصلا ما قسمتی رو در واقع برگه ها رو ایجاد نکردیم. اگر صفحه index.php رو من بیارم، خب اینجا گفتیم که اگر هیچی وجود نداشت dashboard.php رو نمایش بده. توی کجا؟ page.php. من اینجا یه نیو میزنم، یه php فایل رو اینجا انتخاب میکنم و میذارم اینجا فعلا علل حساب می‌نویسم داشبورد. معمولا توی داشبورد مثلا یه سری آمار و اطلاعات رو نمایش میدن یا یک سری لینک ها رو میذارن که لینک های کمکی باشه که سریع بتونن به قسمت مد نظر خودشون وصل بشن. خب این داشبورد رو شناخته. خط 229 مون هم داره میگه من قسمت پیج رو نمیشناسم. دیگه اصلا ما این رو نمیشناسیم. خب این خطا رو برای اینکه حل بشه میتونیم اینجا همینو میذارم ایست فلان. اگر همچین چیزی اصلا وجود داره بیارم پیج رو برابر بذار با همین. در غیر این صورت که کلا داشبورد رو برامون باز میکنه. خب بهش غیر از قسمت اول که داره داشبورد ما رو برامون نمایش میده. بعد میایم سراغ میتونیم به ترتیب همینا رو شروع کنیم به قرار دادن فرمشون. قسمتی هم که بعد در مورد صحبت کنیم لاگین رو هم حالا الان ببخشید بک بروزر رو اینا چه اثری میذاره؟ الان مثلا رو فرض کنیم رو دست بندی ما زدیم اون محتوای صفحه عوض شد بعد بک که میزنیم چی میره رو مثلا رو داشبورد؟ بذارید مثلا من امتحان کنم. وقتی من رو میزنم وقتی بک رو میزنم بر اساس اینکه اینجا چه لینکی قرار میگیره و در واقع پیجی که این بالا نمایش میده چیه اونو قرار در واقع متفاوت قرار میده. مثلا من یه بار اوردر رو میزنم یه بار نمایش همه رو میزنم. خب اگه یه بک بزنم برای من اوردر رو نمایش میده. صفحه قبل برای من بید میکنم. خب داشتیم در مورد فرم ها صحبت میکردیم. برای اضافه کردن فرممون من اینجا پیج مای ادمینم رو باز میکنم. که بر اساس اینکه ببینیم چه اطلاعاتی رو برای محصولمون نیاز داریم فیلدهاش رو هم ایجاد کنیم. رستوران دیبی. خب اینجا رست ادمین کتگوری ما پروداکت رو فعلا نیاز داریم. پروداکتمون یه پروداکت آیدی داره که به صورت اتوماتیک باید خودش پر بشه و اوتو اینکریمنت. نیمش، قیمت اگر حراج داره، دیسکریپشنش و حالا وضعیت نمایشش.
قطعا اطلاعات دیگر رو هم میخواد، ولی ما گفتیم تا جایی که ممکنه سعی میکنیم ساده تر انجام بدیم و حالا آپشن های دیگر رو خودتون میتونید قرار بدید. یه تکست اینپوت میخوایم، این پلیس هولدری که ما پلیس هولدرش کاری نداریم و یه قسمت متنی میخوایم که توضیحاتش رو قرار بده. این تکست اریا میخوایم، تکست اریا هم اینجاست. خب من همینجا این بخش رو اینسپکت میزنم، کل 6 رو این رو به طور کامل کپی میکنم داخل پیج مربوط به اد پروداکتمون. ببینید من اینجا گفتم اگر که اد پروداکت رو زدیم بیا چیکار کنه، اینکلود کنه، بره داخل پوشه پیجز و اد پروداکت. یه فاصله اینجا میذاریم. داخل این قسمت من یه نیو باز میکنم، PHP فایل و کل این قسمت رو توش قرار میدم. ببینید ما با این کلش دومی کار نداریم فعلا و کلا این قسمت اولمون رو دیگه که 6 تایی باشه 12 تایی میشه. یه فرم داریم داخلش تکست اینپوت داره، قسمت بعدی یک سری در واقع تکست اینپوت داره. حالا ببینیم هر کدوم نیاز نداریم پاک میکنه. این که فرم میاد اینجا توی اینجا افزودن محصول رو کلیک میکنم، میگه که اد پروداکت منم داد پیشش جا گذاشتم. بله خب این الان داره به این شکل نشون میده. من اولیه رو برای نامش میخوام، دومیه رو پاک میکنم، مثلا سومیه رو پاک میکنم. مثلا ما تصویر محصول رو هم نیاز داریم، بعدی تصویرشه وضعیتشون. خب پس بذارید من اینجا اونایی که نیاز نداریم رو پاک کنم و اونایی که نیاز داریم و عنواناشون رو عوض کنم. اولی چیه؟ عنوان محصولمونه، مثل نام محصول. عنوان محصول نداره، یه تگ پی داره، یه اینپوتی در اینجا وجود داره. ما گفتیم حتما باید نیم رو قرار بدیم، چون که سمت سرور بر اساس نیم هست که میتونه محتوای یک اینپوت رو بگیره. دقیقا همون اسمی که برای در واقع دیتابیسمون گذاشتیم اینجا میذاریم. دلیلش هم اینه که خودمون قاطی نکنیم و مثلا اگه اینجا مثلا آندرلاین گذاشتیم اونجا بریم مثلا با کمل کیس بنویسیم، ممکنه که توی حالا در طول زمان یه مقداری برامون دچار ابهام بشه و برامون سخت بشه و یه مقداری در واقع قاطی کنیم و یه خطای مختلف داشته باشیم. اولیمون پروداکت نیممون بود. بعدی چیه؟ بعدی رو نیاز نداریم، فرم دو رو بهش رو پاک میکنم. بعدی چیه؟ یه عنوان و لیبل خالی رو داره میذاره. بعدی فایل من میذارم تصویر محصول. حالا ما قسمتی داریم برای گالری رو بعدا میان تکمیل میکنیم. نیمش رو هم میذاریم بعدی تکست اریاس که توضیحاتش هست. فکر کنم اگر اشتباه نکنم اسمش پروداکت دیس بود. حالا یه بار چک کنم ببینم آیا واقعا اسمش همین بود یا نه. پروداکت دیسکریپشن. بعد چک باکس که من می‌نویسم وضعیت نمایش در سایت به وضعیت انتشار مشخصه. و حالا یه چند تا لیبل گذاشته، ما فقط یک لیبل می‌خوایم. نیمی هم که براش میذاریم میشه پابلیکیشن استاتوس. دیگه این چک باکس های پایین نیازی ندارم.
این لاین چک باکس هم فعلا نیازی نداریم، رادیو باتن هم نیازی نداریم، رادیو باتن هم نیازی نداریم. سلکت رو نیاز داریم. حالا اینجا من میگفتم برای چی؟ برای دسته‌بندی محصول. فکر میکنم اینجا من نذاشته باشم پروداکت آیدی، نه من اینجا نذاشتم. البته قیمتش من هم باید بگیریم. یه قسمتی رو باید ایجاد کنیم. استراکچرش رو میارم، میگم 2 تا ردیف ایجاد کن بعد از استاک. یکیشون پروداکت ایمیجمونه، یکیشون هم کاتگوری آیدیمونه که دقیقا کلید خارجی هست. ایمیج اونو برچر میذارم 255. کاتگوری آیدیمون هم تضمین اینتیجره. حالا کلید خارجی جلسه هم گفتم چطوری تعریف کنید. کلید خارجی این قسمت رو تعریف کنید. خب اینجا بین کاتگوری آیدی های مختلف من باید بیام در واقع از دیتابیس بخونم. از کدوم جدول؟ از این جدول. من هیچی رو اینجا اضافه نکردم. یه سری اینسرت میکنم. مثلا دسته‌بندی ها رو من میرم تو استاپ بود خیلی دسته‌بندی هامون زیاده. من یک سریاشون رو انتخاب میکنم بر اساس این. ببینید دسته‌بندی هایی که داره این پایین دسته‌بندی برامون نداشته. حالا من یه سری دسته‌بندی رو خودم تعریف میکنم براش. مثلا یه سری میذارم غذای ایرانی، این کت پرنتس نداره اصلا، یا صفر میتونید بذارید بعد نمایش داده بشه. بعد میگم فست فود، مثل فست فود داریم، اینم والدی نداره، اینم یکه. دوباره این صفر میخوایم کنیم. یه چون یه کلید خارجی میخواد ما چون داریم میدیم کلید خارجی صفر، اینو من صفر میذارم، میگم که بدون والد، اینم هیچی و اینو اجرا میکنم. نه این رو هم اجرا نمیکنم. والد اول اجرا بشه دیگه. بذارید من یک لحظه این نشون رو ببینم. ببینید ما به این گفتیم که کت پرنتس باید بیاد از کت آیدی بخونه و اگر موردی وجود نداشته باشه نمیتونه از بین اونها بخونه. من یک لحظه اینو حذفش میکنم، دسته‌بندی اولش رو درست بکنم دوباره. البته قطعا راه دیگه داره ولی فعلا راهی که به ذهن من میرسه همینه که یک ردیف اونجا اضافه میکنم، میگم صفر بدون والد، اینم که یک بعد نمایش. البته من صفر بشه که نمایش داده نشه این بدون والده. خب این صفر شد. حالا میتونید برید و اون در واقع فارنکی که مد نظرتون بود رو اینجا اضافه کنید که من میگم که کت پرنتی که اینجا وجود داره بره از جدول رستورانمون جدول کت آیدی اینو بخونیم، دیلیتش پیسکیت باشه، یعنی اینم پاک بشه، آپدیتش هم پیسکیت باشه. من این دیگه اوکی.
ایجاد نشده دیگه اگه اشتباه نکنم. کت آیدی از جدول رستوران، جدول کتگوری کت آیدی رو اینجا میگیره، کسکید و زخم. خب حالا میام تو بروزمون. الان یه مورد وجود داره، من میخوام بیام چند تا دیگر رو هم اضافه کنم. ببخشید من اینجا کلید خارجی رو اشتباه وارد کردم. کلید خارجی اون از کت پرنتمون، کلید خارجی ذخیره کنم. حالا میام تو اینسرت. این باید به صورت اوتو اینکریمنت خودش اضافه بشه. میگم غذای ایرانی، این واردشه، این میشه 1. فست فود. حالا دسته‌بندی دیگر از خودمون داخل اون قسمت مد نظرمون اضافه کنیم. اینم بدون والده، اینم 1. این دو دسته‌بندی الان اضافه شدن. دسته‌بندی دیگر رو بعد داخل فرمولا خودمون در واقع به شکل پیشنهاد ادمین نباشه، باید خودمون در واقع توی پنل کاربریمون اضافه یا کم کنیم. خب بیایم اینجا در بخش ببندم نزویش نداریم از پروداکتمون رو اجرا میکنم. حالا میخوام اینجا تو قسمت سلکتمون دسته‌بندی محصولمون بیاد و از بین اون دسته‌بندی ها اینها رو بخونه. خب بعد این آپشن ها رو از دسته‌بندی هامون بخونه. اینجا من PHP رو باز میکنم و میخوام برم از دیتابیسم لیست دسته‌بندی ها رو بخونم. اگر یادتون باشه ما جلسه قبل قسمتی رو داشتیم به نام DB که یک تابعی درونش وجود داشت به نام سلکت. بعد اینکه ما بیایم از توابعی که داخل این فایل وجود داره استفاده کنیم، همون ابتدای فایلمون یا حتی داخل فایل ایندکسمون که همه داخل ایندکس داره لود میشه دیگه اینکلود میکنیم، چون دیگه هر بار لازم نباشه ما بیایم اینکلود کنیم db.php رو که بتونیم از متدهایی که وجود داره درونش استفاده کنیم. حالا داخل اد پروداکتمون میگم که میخوام بیام متد سلکت رو فراخوانی کنم. ببینم به چه شکلیه. خب برای سلکت کردنمون در واقع نیاز به یک کانکشن داریم و یک SQL. من برای اینکه بیام و مرتبط بشم به دیتابیسمون دوباره من این کانکت رو فراخوانی میکنم، چون یک کانکشن برامون برمیگردونه. من میام اینجا اگه سوالی موردی بود بگید، چون شاید یه مقداری براتون پیچ کننده شده باشه. نه من با دیتابیس های حدود آشنا هستم. بله. ولی موردی بود بله. خب اینجا من کانکت شدم به دیتابیس و یک آبجکت رو برگردوندم داخل سی. داخل این آبجکت یک سری در واقع متد و پارامتر وجود داره که با استفاده از اونها میتونیم کوئری هامون رو اجرا کنیم. برای چی اینو این بالا گذاشتم؟ چون که داخل همه برگاه داره داخل ایندکس PHP فراخوانی میشه و ما به جایی که هر بار این دو خط رو توی هر کدوم از برگاهی اد پروداکت، اد کاستومر یا چیزهای دیگه اضافه یا کم کنیم، هر وقت لازم باشه ما میتونیم اونها رو در واقع استفاده کنیم. من داخل صفحه اد پروداکت هم هستم. اینجا میخوام متد سلکت رو فراخوانی کنم. میگم بر اساس این سی که بهش وصل شده یه SQL رو میخوایم فراخوانی کنه و نتایجش رو توی ریزالت برگردونیم. خب این SQLی که قراره فراخوانی بشه چیه؟ SQL میگم که من رو از همینجور ببینید اگر که حالا یه موقعی هم مشکل داشتید میتونید بیاین در واقع یا حالا مشکل هم نداشتید برای افزایش سرعت شما میتونید بیاین داخل SQL و اینجا دستورش رو کپی کنید. ما همه ریسک کاتگوری ها رو میخوایم، البته همشون رو نمیخوایم، الان بهتون میگم یه سریاشون رو میخوایم. ویر یک
در اونجایی که پابلیکیشن استاتوسمون ساده هست با 1. فقط اینها رو نمایش میده داخل ریزالت. و برای اینکه ببینیم من اینجا بردامپ میکنم ریزالت رو میام همینجا اینو اجرا میکنم. من اینسپیس میزنم ببینیم چه چیزی رو داره داخلش نمایش میده. داخل این سلکت من ببینید داره یک آبجکت برمیگردونه، میگه 2 تا ردیف داره، مثلا اولیه این که 4 تاییه داره، در واقع اونها رو برامون نمایش میده. برای اینکه من در واقع ریزالت رو نمایش بدم میتونم از فور ایچ استفاده کنم. فور ایچ میگه به ازای هر کدوم از مواردی که داخل ریزالت من وجود داره اونو بریز داخل آر. حالا میتونی و حالا میتونیم همینجا یا حتی میتونیم تا اینو به 2 مدل می‌نویسم. میگم اکو کن آپشنمون رو با استفاده از نقطه الحاق رشته ها رو میذاریم. اینجا هم آپشن وسطمون رو وسطش چی کار میکنیم؟ اینجا آر کاتگوری نیممون رو نشون میده. چون آبجکت هست یا این آری که برگشت خودش یک آبجکته، از این روش استفاده میکنیم. اینجا هم به عنوان ولیو آر کاتگوری آیدی مون رو قرار میدیم، چون این ولیو ها هستن که به سمت سرور قرار ارسال بشن. ببینیم آیا درست شد کارمون یا نه. میایم پایین دسته‌بندی محصول رو میزنیم. 2 تا ردیف باز کرده ولی توی هیچ کدوم چیزی نشون نمیده. فکر کنم بردامپه داره کار خراب میکنه. این بردامپ ریزالت من برداشتم. من نداشتم. میشه من یه بار دیگه اجرا میکنم. خب میگه که trying to get property of noun object کاتگوری نیم و کاتگوری آیدی داره خطا میده. بینه مثلا من اینو شکلش رو عوض کنم بس کاتگوری پابلیکیشن استاتوس رو درست میشه. invalid arguments for each result اونه دیگه. بسه ببینم ریزالتی که برامون برمیگرده به چه شکلیه. الان بردامپ میکنم ریزالت فالس رو برامون برمیگردونه، یعنی هیچی بر نمیگردونه، مثلا خطا میده. چرا؟ میگم برو از ریس کاتگوری اونجایی که پابلیکیشن استاتوسمون 1 هست رو برگردون. پابلیکیشن استاتوسمون 1 ببینم چرا 0 تا برمیگردونه. اینا که 1 تا پرنتمون هم به این شکل، پس بعد 2 تا ردیف رو برامون برگردونه. خب این که نمایش نمیدنه تا شاید دلیلش اینه که بذارید من دستورش رو داخل دبلیو رستور کپی کنم. دبلیو رستور PHP select. خب ببینید ما چیکار میکنه. بس میشه یک کانکشنی رو میگیره select فلان فرام فلان و بعد با استفاده از این میاد برش میگرده و نتایج تو ریزالت میگیره. من همین رو کپی میکنم، فقط از تابعی که خودمون نوشتیم استفاده نمیکنم. شاید اون متدی که خودمون نوشتیم مشکل داشته باشه. من میگم select استار فلان، این داره این از استار استفاده میکنه که همه سوپن ها رو برگردونه. اسم جدولمون هم ریس کاتگوریه. کاتگوری
حالا ببینم آیا ریزالت برامون برمیگردونه یا نه. خب بعد اینجا دوباره این رو باز میکنم ببینم الان چی. این وردامپ بالا رو هم اگه اینجوری احتمال زیاد مشکل از تابع سلکتمونه که باید چکش کنیم ببینیم که چه شکلی نوشته شده. این هم داره برامون تعداد ردیف‌های برمیگردونه، اما اینجوری نشون میده همینجا بذار کانکت رو هم بذارم یه بار. خب بذار که اینجوری بنویسم این شکل بنویسم. ببینیم آیا این درست نشون میده یا نه. این رو هم خط پاکش میکنم مثلا همین چیزی که این پایین داشتیم همین مثلا یه آپشن خالی بذاریم اکو کن آپشن اینو بکنه توضیح کلی میدم کتگوری نیم ببین آیا این برمیگردونه یا نه. باز هم داره خطا نشون میده. یه بار دیگه چه کنم خطا آها معذرت میخوام شما این روی که داره برمیگرده وقتی به شکل فچ اسوک داریم میگیریم به شکل یک آرایه برمیگردونه و توی آرایه نمیتونیم به این شکل دسترسی داشته باشیم به درایه ها، مجبوریم که از طریق اندیس به اونها دسترسی داشته باشیم. پس فچ اسوک برای ما یک آرایه برمیگردونه. خب میگه که کتگوری نیم رو نمیشناسیم، چرا؟ اسمش کت نیمه. اینا میذاریم کت نیم. خب اینجا داره برای ما علامت سوال رو نمایش میده. دلیلش همینه که ما باید این بالا داخل فایل ایندکسمون این بالا مشخص کنیم که UTF-مون UTF 8 هست، درسته؟ اینجا چی؟ اینجا هم بس کنیم که حتما توی استراکچرمون UTF 8 اینرسی. خب یک خط رو ما باید اینجا داخل قسمت دیبیمون اضافه کنیم. این نیستم که وای شو این fetch result این PHP یه خطی داره که باید بیایم و در واقع اون خط رو براش اضافه کنیم. میتونیم اسم خطشمون دقیقا یادم نیست. داخل همون قسمتی که میخوام به دیتابیس متصل بشیم بذار ببینم اینجا چه داخل این خودش وجود داشته باشه. یه خط باید اضافه بشه که متن فارسی رو هم بتونه بگیره. من حالا فعلا با این کاری ندارم.
اونو بهتون میگم، نمیخوام بیشتر از این وقتی کلاس گرفته بشه. اون خط رو اضافه میکنیم داخل db.php. یه خط رو همون زمانی که کانکشن داره اتفاق میفته قرار میدیم. پس کاری که ما اینجا کردیم، پس فعلا ما تونستیم اطلاعات رو بخونیم، ولی فعلا نمیتونیم صفحمون به درستی نمایش بدیم. داخل قسمت اد پایدار چه اتفاقی میافتاد؟ پس این کانکشنمون و اینا درست بود. ما وصل شدیم به دیتابیس، یه SQL رو داریم فراخوانی میکنیم، ریزالتش رو میگیریم داخل این قسمت. کاری که ما دفعه قبل نمی‌کردیم این بودش که ما ریزالت رو نمیخواستیم، ما باید با استفاده از نام، در واقع با استفاده از فچ اسوک نتایجی که داخل ریزالت هست رو بگیریم و داخل یک رو برسیم. فچ اسوک در واقع نتایج رو به شکل یک آرایه نمایش میده و برای دسترسی به عناصر آرایه مجبوریم که از اندیس ها استفاده کنیم. اینجا هم ولیوش رو میذاریم که در واقع باز اینجا و از دستور رو کت آیدی استفاده میکنیم، چون چیزی که داخل دیتابیس ما میخوایم ذخیره بشه همین کت آیدیمون هستش که در اینجا قراره اضافه بشه. خب این از این السش رو هم نمیخوام به این شکل. اینجا هم گفتم به جایی که این کار رو کنیم، حالا فعلا یه بار همین چک کنم، باز از همون توابعی که خودمون استفاده کردیم استفاده کنیم. میام اینجا اینو من اجرا میکنم. خب الان دسته‌بندی محصولاتمون رو داره درست نشون میده، 6 و 7. فقط متنشون رو به درستی نمیتونه در واقع توی این قسمت برای ما قرار بده. خب میخوام حالا به جایی که از سیکوئری استفاده کنیم، از همون متد سلکتی که خودمون تعریف کردیم استفاده کنیم. میام اینجا به جایی که از این استفاده کنم میگم یه متدی وجود داره به نام select که مقدار اولش همین C هستش که داخل ایندکسمون قرار داره، مقدار دومش همین SQL هست که ما میذاریم. خب این پس باز داره درست نشون میده. حتی داخل سلکتمون میتونیم در واقع این MySQL فچ اسوک و اینا رو هم داخل هم متد سلکتمون تعریف کنیم به این شکل. خب این از این و حالا مالتی سلکت رو هم نیازی نداریم. مالتی سلکت رو برمیدارم. این دکمه تاییدمونه. این هم دکمه انصرافمون. ولی باید یه مقداری حالا جابجا کنیم، مثلا دسته‌بندی محصول رو بیاریم بالا، تصویر محصول رو بیاریم پایین، یه ذره مرتب‌تر کنیم که کاربر که داره وارد میکنه در واقع با خیال راحت‌تر. وضعیت انتشار که میره انتها و تصویر محصول توضیحاتش رو هم میاریم بالا بعد از نام. این هلپ بلاکمون هم میاریم. حالا یه بار دیگه چک میکنم. وضعیت انتشار، نام محصول، توضیحات محصول، دسته‌بندی، تصویر محصول و وضعیت انتشار رو ما توی این قسمت داریم. این از افزودن محصول. خب حالا بعد از اینکه دکمه ثبت رو کلیک کرد، باید یک عملیات اینسرت انجام بشه داخل دیتابیسمون. ما برای این فرمی که اینجا داریم باید بیام یک اکشنی رو تعریف کنیم.
یک اکشنی رو تعریف میکنیم، میگیم اطلاعات رو ببر داخل چی. ما الان داخل همین صفحه نخستمون هستیم، operation.php. این از این متدش رو داریم که از نوع پست هست. خب توی این operation.php بر اساس اینکه ما میتونیم مثلا برای اینسرتمون یه برگه ایجاد کنیم، برای مثلا اینسرت کاستومر یه برگه، برای همشون میتونیم یه برگه ایجاد کنیم، ولی من میام همه این عملیات رو داخل اپریشنمون قرار میدم و فقط یک اینپوت ایجاد میکنم، تایپش رو میذارم از نوع هیدن که کاربرمون نبینه، نیمش رو میذارم تایپ، یعنی اون عملیاتی که انجام میشه از چه نوعی هست، و یک مقدار ولیو که میگم اینجا اد پروداکت خواهد بود. حالا یک برگه ای رو داخل رست ادمین ایجاد میکنم به نام operation.php. داخل operation.php اول از همه باید بیایم بگیم که if اگر که دلار آندرلاین گت، حالا گت نیم ریکوست که حالا چه گت باشه چه پست اونو بتونه بگیره. اگر که تایپمون وجود داشت به یه کاری کنه، در این صورت بیاد یه کاری کنه. اگر تایپمون وجود نداشت باید برگردیم صفحه داشبورد بگه عملیاتی که شما مد نظرتون هست در واقع نمیشه انجام داد. من بنویسم اکو کنم، بعدا من حالا برگشتن به صفحه قبل رو هم در واقع بهتون میگم به چیزی. حالا با استفاده از استارت و در آبجکت ها ما میتونیم بیاییم و اینها رو انجام بدیم. عملیات خب اگر تایپمون وجود داشت، یعنی ست شده بود، میایم اول همین مقدار ریکوستمون رو میریزیم داخل یک متغیری به نام تایپ و بر اساس اینکه تایپ برابر باشه یک سری عملیات انجام میدیم. اول از همه ممکنه که تایپمون برابر باشه با دو تا مساوی میذاریم اد پروداکت. اگر برابر بود با اد پروداکت، ببینید وقتی ما یک سری اطلاعات رو داریم میگیریم در واقع میتونیم اینجا اینها رو ذخیره کنیم. اول از همه اول از پروداکت نیممونه، یه متغیری بریم به نام پروداکت نیم که در واقع باز میگم به خاطر اینکه راحت تر باشه از ریکوست استفاده میکنیم. میگم یه ورودی داریم به نام کاتگوری پروداکت نیم. این از پروداکت نیممون. بعدی اینو من کپی کنم، بعدی پروداکت دیسکریپشنمون بود. بعدی کاتگوری آیدیمون بود. ببینم اسمشو کاتگوری آیدی گذاشتیم داخل دیتابیسمون. برگه پروداکت، بله کاتگوری آیدیمونه. بعدی تصویرمونه پروداکت ایمیج که حالا برای ارسال ایمیج هم ما باید یه سری کارها رو انجام بدیم. خب میام داخل اد پروداکت، چون داریم ایمیج میفرستیم باید حتما اینجا اینکریپت تایپش رو عوض کنیم
بگیم از نوع مالتی پارت فرم دیتا هست که قرار اطلاعات رو ارسال کنه و پروداکت ایمیجمون، پروداکت دیسکریپشنمون، پابلیکیشن استاتوسمون رو هم باید در اینجا ببینیم. اینجا چیه؟ سلکتمون رو براش نیم نداشتم. پابلیکیشن استاتوسمون رو هم بکنم نذاشتم. چرا گذاشتم؟ و بعد میام اینجا میگم که یه قسمتی هم داریم به نام برای اینسرت ما یک متدی داریم. اینجا چون دیگه برگه جداگونه هست، ما همون اول باید اینکلود، چون من از توابع DB استفاده کنیم، اینکلود میکنیم db.php رو و کانکت رو فراخوانی میکنیم، میریزیم در حال یک سی. میخوایم متد اینسرت رو از اون انتخاب کنیم. ببینید میگه کانکشن و SQL رو میخوایم. اولی به این شکل، دومی رو توی یک دستور SQL ما میریزیم. مقداری که برامون برمیگردونه یک مقدار ترو یا فالس هست و بر اساس اینکه ترو یا فالس شده ما یک سری رو میتونیم در واقع نمایش بدیم که مثلا با موفقیت اضافه شده یا اینکه نه اضافه نشده و داره خطا میده. اینجا SQL رو باید بنویسیم. SQL مون مربوط هست به اینسرت کردن. ببینم مثلا اینجا میتونیم کامنت بگیریم. اینسرت دیتا. ببینید برای اینسرت کردن باید هم اسم اینسرت اینتو فلان جدول، عناوینی که در واقع قراره بذاریم و مقادیری که قراره توی این قسمت اضافه بشه. این ایف آخرش هم میزید کپی کنم. این SQL ماست. به این شکل. اینم به جای اینکه اینو به این شکل قرار بدیم از همون ریزالتی که خودمون میخوایم استفاده کنیم. خب اسم جدولمون چیه؟ رس پروداکت. عناوینی که میخوایم به ترتیب قرار بدیم پروداکت نیممون هست دیگه، پروداکت دیسکریپشنمون هست دیگه، کاتگوری آیدیمون هست، کاتگوری آیدیمون هست و پروداکت ایمیجمون هست. حالا میتونیم اضافه نکنیم، بذارم پروداکت ایمیج. البته خب باید به یک شکل دیگه ما اینا اضافه کنیم، بنابراین اینو فعلا علل حساب نمیذارم. و پابلیکیشن استاتوسمون بعدن اضافه کردن ویدیو این رو هم بهتون میگم. استاتوسمون به ترتیب مقادیری که قراره بذاریم، اسم پروداکت نیم اولیه، دیسکریپشن دومیمونه، دیسکریپشن بعدی کاتگوری آیدیمون هست و بعدی پابلیکیشن استاتوسمون هست. الان ما همه رو جز تصویر رو داریم وارد میکنیم، فقط برای اینکه این تصویره رو بعدا حالا اصلاح کنیم علل حساب من این رو میگم اجازه اینکه نال باشه رو داره، یعنی میتونه هیچ مقداری رو ما توش اضافه نکنیم. حالا ببینیم آیا اینسرت انجام میشه یا نه، چه خطایی اگه مشکل بوده خطاش چیه.
F5 رو میزنم. من محصول مثلا می‌نویسم قرمه سبزی، توضیحات محصول مثلا می‌نویسم توضیحات، دسته بندیش میشه غذای ایرانی که اولین دسته است. تصویر فعلا اهمیتی نداره چون ما فعلا تصویری نداریم ولی فعلا آپلود بکنم و میشه. ثبت رو که میزنم میگه خط 28 operation.php داره خطا میده. ببینیم چه مشکلی داره operation.php. فکر میکنم یکی ما اینجا این ایف رو باز کردیم، اینو بستیم، این ایف بالاییه رو هم نبستیم. الان درست میشه. یه فنج میزنیم. خب میگه که ارور، این دستوری که شما دارید اضافه میکنید پروداکت ایمیجمون رو میگه اصلا نمیشناسم. اینو بذارید اول از همه بردارم بعد ایمیج دوباره بهتون میگم چطوری باید آپلود کنید. اد پروداکت این الس رو ما باید آخر این بکشتم. اول اد پروداکت دمون رو داریم. این کاتگوری آیدیمون این ایمیج رو علل حساب برمیدارم ببینم که آیا مشکلش حل میشه یا نه. خب نه، میگه که یه مقداری من انگار خطا نوشتم. این مقادیرمونه. الان فکر کنم درست میشه. New record created successfully. اگر هم اینجا رو چک کنیم، پروداکتمون چک کنیم، میبینید یک محصول رو اینجا اضافه کرده، اما همونطور که میبینید باز متن‌های فارسی رو نمیشناسه و ما باید این مورد رو بذاریم. من 2 تا مورد رو باید داخل این قسمت اد پروداکتمون اضافه کنم، قیمت و قیمت حراج. قبل از اینکه اینو بزنم کنترل سی 2 تا بخش رو باید قرار بدم. میشه قیمت محصول و میشه پروداکت پرایس. ترجیحاً مقداری که توش هم قرار میدیم به شکل اینو میذارم پروداکت پرایس. نیمی هم که تایپش رو هم از نوع عددی قرار میدم که مثلا میگم که بر اساس تومان در واقع قیمتش رو بنویسه. اینجا میگم از نوع عددی باشه. حالا اینو کپی میکنم، میام پایین. این هم میشه قیمت محصول در حراج. ندارم بد می‌نویسم. اینجا می‌نویسم لیبل الکترون این می‌نویسم قیمت محصول در حراجی. اینجا هم می‌نویسم پروداکت استاکمون میتونه در واقع مقدار نال هم بپذیره، به خاطر اینکه ممکنه یه محصول باشه که قیمت حراجی نداشته باشه. این شکل و این دوتا رو هم داخل این بخش اپریشنمون اضافه میکنیم. یکیشون پروداکت
پرایس، یکیشون هم پروداکت استاک. پرایسمونه، حالا میمونن هم اضافه میکنیم. یکیشون پروداکت پرایسمونه و بعدی چیه؟ پروداکت استاکمون، پروداکت استاک. همین ها رو هم در واقع باید توی این قسمت قبلی اضافه کنیم، یعنی بگیم که بعدی میشه. ترتیبش خیلی اهمیت نداره، ولی باید یعنی چیزی که اینجا میذارید با ترتیبی که تو ولیو میذارید یکسان باشه، ولی اینکه دقیقاً این همین ترتیبی که تو دیتابیستون باشه اهمیتی نداره. حالا باز اگه مرتب باشه برای اینکه خودتون بعداً راحت تر بتونید موارد رو مقایسه کنید، براتون راحت تره. پروداکت استاک. پس یک محصول دیگر رو من اینجا اضافه میکنم. نام محصول مثلا نیم بادمجان قیمتش مثلا 25 برای تومان مثلا میذاریم، قیمت حراجی نداره، بذاریم حالا مثلا 22,000 تومان. توضیحات محصول دسته‌بندی میشه غذای ایرانی کمی دسته‌بندی اول، تصویرش مهم نیست فعلا و ثبت رو انجام میدیم و یک ردیف دیگر رو ما هم مجددا اینجا خواهیم داشت. فقط توی این قسمت بروز رو بزنم که قیمتش رو ببینید. قیمت های استاک و پرایس ما رو هم توی این قسمت ما داریم. پس این از این. برای اینکه بعد از اینکه عملیات درست انجام شد بره یک سری اطلاعات رو در واقع نمایش بده و برگرده ما رو به یک صفحه، از دستور آپ استارت و از دستور هدر لوکیشن استفاده میکنیم که ما رو برمیگردونه به اون صفحه‌ای که مد نظرمون هست. ریدایرکت هدر لوکیشن این PHP دستورش رو هم کپی کنم. ببینید در 99% مواقع ما دستورات رو کپی میکنیم. بعد بدونیم که همچین چیزی وجود داره. حالا این پایین بتونید ازش استفاده کنیم. آپ استارت تو استفاده شده داخل همین سایت بعد از آپ استارت استفاده میکنیم برای به این شکل. من سوال میپرسم، من میخوام جایی بشه که بکنم همین سایت خود php.net مفید تر بشه برام. حالا بذارید من خودم بنویسم بکنم راحت تر. میگم اگر که درست بود از آپ استارت استفاده میکنیم، از دستور هدر استفاده میکنیم، میگیم لوکیشنمون بره کجا؟ بره تو صفحه index.php و فقط اسم پیجشون میذاریم add product و بعد از دستور آپ فلاش انت فلاش استفاده میکنیم که در واقع این قسمت در اینجا حذف بشه. برای این هم فقط ببینید متن هایی که قرار میگیره متفاوت خواهد بود. این متن رو ما میتونیم در اینجا اضافه کنیم، مثلا بگیم که مسیج مساویه با موفقیت اضافه شد، یا اینکه نه بعدم بیایم حالا از یک سیشنی استفاده کنیم که حالا اون سیشن رو تو برگه اجرا کنیم. من اینو به این شکل میذارم، سیشن رو تو جلسات بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم به شکل سیشنیش رو هم بهتون میگم. اینم دقیقاً اگر اینسرت نشد باز ما رو برگردونه به همون صفحه، فقط به جای شد یک نشد رو ما توی این قسمت داشته باشیم. حالا میام اینجا من یه بار دیگه این رو
اجرا میکنم F5 برمیگرده اینجا. ببینید با موفقیت اضافه شد. خب ما این متن مسیجمون رو میتونیم توی این قسمت بالا داخل اد پروداکتمون قرار بدیم. یعنی من بیام اینجا داخل صفحه اد پروداکت یا داخل هم صفحه حتی ایندکسمون یک بار بنویسی بهتره تا اینکه تو همه صفحات کپی کنیم. همین جایی که داریم اینکلود میکنیم فایل هامون رو، همینجا میگم که اگر که if set بود مقدار دلار آندرلاین، چون تو متنمون هست میشه دلار آندرلاین گت، چون تو قسمت بالا تو URLمون هست. میگم اگر مقدار مسیجی وجود داشت، مثلا اینجا یک تگ پی رو ایجاد میکنه. نمیدونم از بوت صرفه چند داره استفاده میکنه. اینجا یک تگ پی میذاریم. باید ببینم که به چه شکل. اینجا دقیقاً دلار آندرلاین گت مسیجمون اینجا میخوایم بذاریم. فقط به این کلاس alert danger رو هم نسبت میدیم. یک رنگ قرمزی رو برای این اضافه کنم. حالا من اینو دوباره میزنم ببینید با موفقیت اضافه شد. یا حالا دنجر رو میتونید عوض کنیم به نام اینفو، چون اطلاع رسانی هست. رنگ آبی کم رنگی رو اینجا اضافه میکنه. قرمز برای خطا. پس با موفقیت اضافه شد، یا میگه عملیات با موفقیت انجام شد. این متنش دیگه دست خودتونه و خودتون میتونید تغییر بدید. پس اگر من میخوام یه بار این قسمت رو دوباره توضیح بدم، ما به ازای هر کدوم از این پیج هایی که توی این قسمت بالا داخل این گتمون میاد میتونیم یکی از برگه ها رو لود کنیم. اولین برگه‌ای که لود کردیم صفحه اد پروداکتمون هست. تو صفحه اد پروداکت یک فرمی داریم که میاد اطلاعات مربوط به محصولی که میخوام اضافه کنیم رو قرار میده و اطلاعات رو میفرسته به صفحه operation.php. تو صفحه operation.php بر اساس این تایپ اد پروداکتی که ما داریم ارسال میکنیم میاد و بر اساس این مقدار میاد و در واقع تو صفحه operation.php این اینسرت رو انجام میده. اگر به درستی انجام شده باشه برمیگردونه ما رو به صفحه اد پروداکتمون. لینک این صفحه رو میذاریم و فقط یک مسیج میذاریم که با موفقیت اضافه شد. اگر هم نشد دقیقاً باید بارو برگردونه به همون صفحه و بگه با موفقیت اضافه نشد و مثلا مجددا تلاش کنید. در حالت عادی نباید این با موفقیت اضافه نشد رو برای ما نمایش بده و بر اساس در واقع خودمون بر اساس اگر این متن رو برامون نشون داد باید بریم خطا رو پیدا کنیم، چون فقط این رو ما میذاریم که اگر خطا داد همینجوری تو صفحه سفید نمونه، برگرده و یه متن رو نشون بده به کاربر و اینطور نباشه که فکر کنه سایتمون ناقصه. ولی در حالت کلی اصلا نباید به این السه برسه و در حالت کلی باید حتما این عملیات اینسرت رو ما به طور کلی داشته باشیم. خب برای قسمت بعدی ما قسمت حالا دسته‌بندی ها رو داریم که بعد گفتیم دوتا رو وارد کردیم، بقیه رو بعد خودمون دستی وارد کنیم. مشتریان رو داریم و لیست سفارشات و نظرات رو هم داریم. خب اگر که این خودتونه میخوام بگم من فکر کنم شبیه به هم میشه دیگه کامل. فقط اگه یه لطفی بکنید شما این کدا میتونید برای من بفرستید که من مثلا قسمت تمرین رو همین کد انجام بدم. بله.